من مردم. اشیا من زنده کن. من زنده کن. چپ بدم. آبیا من اومد. بس اگه اشیا دیدم میزنمش. گل میدم. منم تموم میکنم. پشمام. سلام عشق عمو پیکی، خوش اومدید به قسمت سوم ویدیو کلاب من ارشیان. دمتون گرم برای حمایتاتون، ترکوندید. امیدوارم لذت ببرید از ویدیوهای ما و اینکه بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. آقا ارشیان حالت چطوره؟ سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من عمو پیکی. آخه تو این ویدیو اومدیم بریم دوباره سراغ گیم فورتنایت، اما گیم مود اسکوید گیم رو بریم. به نظر خیلی خفنه. من عمو پیکی یه دست تستی رفتیم ببینیم چطوره. خلاصه که خیلی براش شروع اشتیاق هیجان دارم. عشقای منید، مرسی بابت حمایتاتون، دور سرتون بگردم. عشقای منید، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. چنلمون این بالا میاد. برو بریم سراغ ویدیو. لذت لباتون رو بخورم شام نخورم. چرا من اینو میگم؟ زشته. نخور. آره اون که برده ویوه. نه ولش کن، بعدا به توضیح میدم منظورم چی بود. اوه اما گی باشیم بهتره. آها. دوستان همونطور که توی اینترو گفتم اومدیم براتون اسکوید گیم بریم. سلاتی اینترو واو شت آجی اسکوید گیم دوستان چجوریه؟ همون اسکوید گیم بازی دیدید دیگه، ولی از فصل 3 گرفتم تقریبا. ولی یه سری گیم مودای مختلف هیچ فرقی نداره، هیچ تغییری نداره. دوستان اگر سلاطینی که اسکوید گیم دیدن الان اینو میبینن و متوجه میشن. من خودم دیدم، اشتباه کردم. تو اوب دادی. سریال اصلی این چیه دوستان؟ مردونه مثلا وایکینگ دی والکینگ. دوستان من فن سریال والکینگ دادم، فن 100. اگه توی که فنشی قربونت. معمولا میگن سلام، مثلا یه چیزی میگن که مثلا داره بگه مرسی قربونت خداحافظ. آجی پینگم شوشولی بالاست دوستان. ما به خاطر اینه که بفهمیم که نجات پرست نیستیم. آره کاملا اسم سیاه‌پوست برمی‌داریم. یادم باش دست تو چقدر خوشگله. این پسر ارشیان کجا رفته؟ من جلوتم. شبیه ترامپه. دوستان من یارو بورم 48م و عمو پیکی هم که ببینید دیگه یه سیاه 16 دوستان 16 ارشیان 16 چیه؟ اصلا 16 چیه نگو تو ویدیو بچه ها ندونن. 16 چیه؟ بعد ویدیو بهت میگم. نزدیکه، هیچی نگو، فقط ریاکشن نشون بده. گروه پک. نه بابا دوستان نمیگیم چی گفتیم به هم. دوستان نمیگم چی گفتم. دوستان نمیگم. اوه کاپل اوه کاپل is in a couple این نگاه مگه بی ندید ای داری نام سانسور کن. اجاب مسلم اسلامیک ریپابلیک. آجی اسکینه که کتومانه چیز نچراله. کتومانه نچراله. آره آجی این ببین دوستان خانواده میدم داره خانواده من این ویدیو نگاه کنم، ولی خب دیگه دوستان تکی ویدیو ما رو ببینید لطفا با خانواده. حتما اشان دیدن ویدیو ما چپ خانواده راحت اصلا دوستان دارم. چپ
ولی خلاصه که اینجا ویدیو بگم که یهو به فنا نرید. آقا اسکودیومو دیگه دیدید دیگه. اینجا ببین میگه گرین لایت باید بریم. گفتش من مردم. هرچی به من زنده کن. به من زنده کن. چپ بدم. وایسا. چی تهران پرشونه چی دوستان ببینید. بزین داداشونو بلند کنم. اون که دوباره مرد. باشه بتمن زن نمیدم. الان رد میشه. با هر کسی خوبی کنی اونم بهت خوبی میکنه. پس با همه خوبی کن. پس همه رو ولی همه رو خوب نکنی. آقا بتمن توالت اونو بلند کن. باشه اینو زنده بمون. بتمن تو رو علی. بابا من تایممون خب تموم میشه. من دارم تادیدادی میکنم میرم. دمت گرم داداش قربونت. دوستان ببینید خوبی که بکن گفتم اگر به کسی خوبی کنید به تو خوبی میکنه. مثلا من یه داداش دمت گرم به خدا. من اول اومدم فدات. خب من بردم. داداش دمت گرم. داداش هی یسی وایس دارم. بابا داداش هرشی تو رو خدا بیا. هرشی اگه چیزم بشه من میگم بیا سلام. تهران داشتی آقا شد بی بازی کنیم. بی توپ بازی کنیم. بشین به اون ور توپ پرت کن. دیواری بزن به طرف من. دیواری بزن. توپ میره اونجوری. دیواری بزن. خوبه. بیا ای بابا توپ میره چرا؟ چون من دارم انکار مسی. ای بابا این کار نمیکنه آجی. او دیدی بعد کمونه میکنه آجی. بتمن محتوی خوابان. بتمن فوتبال بازی کنه. تو اسکوید گیم فورتنایت آجی. او چت چقدر شلوغه چت دوستان آجی یه دیگه در حد مثلا 500 تا بیشتر چی میریم میتونستیم. آره بخون ما آماده استریم هستیم. آره کار کپچر اینا رو اوکی میکنیم. بابا نه شاید یکی از کنتوره مثلا استریمری چیزی شن. آقا همه دیگه کارت کپچر رو دیگه میدونن که. داداش من اگر یه روز بگه جایی برسم واقعا 0 تا 100 یوتیوب بین فقشی میام توی یه ویدیو همه رو توضیح. جوانای ایران واقعا حقشونه که بگه جایی برسن. من باک شدم. تک جوانای ایران تکشون. بایم برقرار. آجی نیتم خیلی ضعیفه. هرشی حضرت بد داره میاد. دیگه داره زوج بعد دیگه. الان خوب شد. آره خوب شد. خب داشتی میگفتی جوانای ایران. واقعا جوانای ایران همش استعداد دارن. همه چی رو دارن. تو همه رشته. مثلا ببین من نمیگم ولی مثلا ببین کجای دنیا شما توی اکانتو ظرفیتی کنن؟ به عنوان مثال. نه خب داداش من نمیخوام بگم ما یه اکانتایی داریم. اکانت اشتراکیه. شما اگه ایشاید پلی استیشن فکر میکنم داشته باشه ولی ایکس باکس بیشتره. خب حاجی این یک متدی داره اصلا به عقل جن نمیرسه. واقعا عجیبه. ببین ما این حبیلا میگه استعداد. بعد ما اصلا جوانای همسن من ارشیان کسی فکر نمیکنه به آیندهش. ما اومدیم یوتیوب شروع کردیم با کمک شما. آقا اولی رد کردم برام خودم. من اولی رد کردم. مثلا واقعا تو این گیم رفت من ارشیان میدونه. من تو این مرحلهش با ارشیان بازی کردم و اینجا رو سریع تموم میکنم. بابا اینا این با بی شرف نه جلو. بچه‌ها میخوام وایسمو بالا مردم هول بدم. قبول آدم دیوسیه. خودش یارو اوتیسم داره. دست خودش باید بکنه پایین. برش کن بابا اوتیسمی. دیدی خودش پرت میگرد پایین. دیدیش
حاجی عجب سختیه. این گوی خوردیم گفتیم ما تو این بازی قوی. دوستان داری وای میبینید حاجی برمیگره از صفر میشه. آقا من رفتم شو. همون منم رفتم. منم بتل پس شدم. بس بس داشت یاله وای بری باق بری باق سنه جزم باش یاله وای بری باق بری باق من دوی اصلا قطع شدیم. هیچی داشت 15 ثانیه قطع شدیم ایرانه دوستان. 15 ثانیه قطع شدیم دوستان توی اون 15 ثانیه که نبودیم ما اینجا رد کردیم اونجا رو پارکور کردیم داداش هیچی نشد. داشت دیدن بچه اونجا رو رد کردیم. دیدن؟ آره ما اومدیم اینجا قطع شد. من ارشیاب من قطع مظلوم شد. تو کامنت ارشن شوشول تله کامنت. سلام آقای دوربین چی دولبین؟ دولبین فوشه؟ دوستان زیبایی رو ببین دوستان تو دنیا هیچی زیباتر از پول نیست ارشیان پولکی ارشیان ماهی قزلالات کامنت ها. چه ربطی داشت برو بیرون واقعا برو بیرون واقعا اسحال حاجی شماره 456 بود اون پسره شبیشون بول بود. خیلی اینجا شبیشون بولن نه خب میدونم اون حاجی ارشیان توالتو ببین پشما. توالت داره؟ اوه دلم جیش خواست. ببینم حاجی پشما بیا اینجا تو توالت. بیا تو توالت بریم جیش کوچولو کنیم بیا تو هاشم این تو هاشم میبری اوتیسمی گی بیا با هم گی کنیم مدبه خوابام چی؟ And nobody there nobody there هی از واجی دوستان اینجا من ارشد با دوست ایمان یار باشیم. من قرمزم بابا من آبیم نه قرمز دوستان اگه کسی نکشید رو مختره. این جفت چیزی رو مخیه. حیوان مردم ناس کردم و این چیز تخمی شده. حاجی تو اون اول برای چی گزینه آورد چی زدی؟ دادم رفت تو. اینجوری شد. با در باز کنید دیگه. زن بچه تو هن. به نام خدا اومدم پارتون کنم. آبی ها من اومدم بس اگه ارشان دیدم میزنمش. قول میدم من دارم تموم میکنم بعد فکر کردی آره گر هیچ کس نیست. من هیچ کس پیدا نمیکنم. تموم با 2 نفر پشمام دیدی چقدر سیکیوریاری رفتم دیدی پشمام من برم خیلی استرس داشت. من یه دست جیش کوچولو برم بیارم. واقعا نه جیش کوچولو داخل بازی حاجی وای یه نفر رو دیدم. وای این پشتت آبی بود گم کردم اون یکی رو. وای اوچ. چقدر بازی آرامش بخشی خدایا این خوشی ها رو از ما نگیر. وای واقعا بازی آرومه. یه دیگه دیدم. انعکاس خودم دارم میبینم چون شدید با باز برفا کشتمش؟ من کشتمش؟ با خوشی بکنم باید بیارید لابی گیم بابا یارو کشتش. من همش دمجش کردم یارو کشتش. واو شمه به سوی اوز حاجی من تنها بیا دیگه. من تنها موندم. خیلی اینجا پر شده آخه ادامه بگردم. ای اما پیکی هیچکی تو رو دوست نداشت. بابا بیایید بیرون من تو شما رو بکشم دیگه. 4 نفرید دیگه. دوستان لابی یه مشاهده میکنه
ارشیان داره اوه اینجا قول ارشیان داره تو لابی میچرخه. من 51 ثانیه وقت دارم یه نفر بکشم. لابی گیم شاپ داره کاش واقعا هر ارشیان تو وای نستی من تو رو بکشم. اینجا مال وی آی پی هست. اینجا مثلا دوستان دیدید؟ رفاقت دیدید؟ رفاقت دیدید بابا دوستان؟ بزن یکی رو بیا دیگه. هیچ کس نیست. بچه ها دارن میبینن که هیچ کس نیست. اه آخه طبقه بولو داره چه من طبقه بولو هم چه خبره؟ مد خواستم The game در باز کنید. من مردم. الهی آخه آخه با این بعد دوستان من نیستم. بعد برم اسپکت آقا ارشیان. ای بابا میبینید زندگی چقدر کوتاهه. دوستان رفاقتتون دوستان رفاقتتون به شماره چند داشتم؟ وای نساد بکشمش. شماره چند داشتم؟ ها 222 وای نساد بکشمش. 48 نیستی؟ نه 222 48 تو الان بالا تختی؟ آره 48 چه 222 بود تو نمیبینید؟ میبینید دیگه شاید چون رای دادم چی بگم؟ grab your breakfast ایشالا ارشیان بمیره. صبحانه رو بزن صبحانه رو کجاییم؟ ایشالا ارشیان ایشالا ارشیان بمیره. که دنیا چقدر نامرده میبینی صبحانه بی تو وای نستاد بکشمش. رفیقاتمه The بشناس. next game بابا short. چرا من با وایسا تو منو بکنی یه داریوش بذار آقا ادیتور. بمیر 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 بمیر. آقا آره ارشیان هرکی بکشه. بیاد میزنم. ارشیان اینجاست. ارشیان اینجاست. ارشیان اینجا. هرکی بیاد. اینهاش درش بزن بزن تو گیم چنل وایسا. نه بچه یکی بغل تخته یکی بغل تخته بزنیدش. این لحاظ بزنیدش. رفتن توی گیم چت گفتم. واقعا بابا عجب بابی است فارسی گفتم. 100 نفری که تو گیم چت بودن فارسی نبودن. اوه دیگه بس. اوه دوستان هیچ کس رو نزنه بیستی برابری برادری برای دری دوستان ببینید کارما آدمو نشیج و نشونه ارشیان داده میشه. سلام کارما بچه ها نابود میکنه آدم. میدید چرا؟ چون که ببینید همین ارشیانی که ببینید نذاشت خودش نذاشت که من بکشمش. نذاشت من بکشمش. دوستان میخوام برای بچه ها برم بالا که بچه ها ببینن. اونقدر ترسوه رفته یه گوشه قایم شده. نمیتونی بابا خودم هم نمیبینم چجوری بچه ها بیان ببینن. دوستان رفته یه لا قایم شده. رفته یه لا قایم شده. چقدر بابا هم دوست شدی من قهرم مادرش نداشتی. من اگه گوشیدی بکشید من جای تو بودم. بچه ها منو بیشتر از دوست دارم. قشنگ از کامنت های بچه ها معلومه که منو بیشتر از دوست دارم. The game کیستی تیر نزن. ما این شکلی حرف نزن ها ما تی حرف نزن من دیوونه میمونم بسخور واقعا ببخش ما رو ببین ما پولیه که شاشی پولویه دوستان ببینید رفیقات من بشناسید. نمیذاره تو گذاشت من بمیرم. بابا من چیکار کنم به عشق هم بگه این نه این سیاه نیست من سیاه نبودم. این نبودم. این بود یه سیاه یه در واقعیت این نبودم. دوستان ببین به شما اگه به این میگید سیاه
دوستان چون کشیدی اسکویل گیم پایین. خیلی طولانیه دوستان اسکویل گیم چون خیلی طولانی ما یه دست میریم ما فکر نکن ما 2 دست میریم نه بستگی به تایم ویدیو داره دوستان. نه گی میخوره گیگی دیگلی میگلی شیمبلی بیبیل میگیری شینگیری بیبیری. دوستان از دقت که دوستان تو کامنت ها بنویسید یعنی دوستان تو کامنت ها بنویسید که ببین ارشیان دوست دارید یا منو یه 2 قطبی ایجاد کنید که ارشیان بفهمه که من بیشتر دوست دارم، یعنی اون باید بمیره نه من باید بمیرم. تو الان خوش ایشالا توی شیشه بازیه بمیرید. آجی شیشه نداشت شیشه ای این نبود واقعا شیشه نداشت. یه قبول کن. اسم با 2 تا بازی رو با هم دیگه خواهی برو 2 تا جون داره هر کی. وای ارشیان ایشالا بمیری. وای ها وای 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 چقدر خره. وای وای داشتم میافتادم به علی داشتم میافتادم. اصلا نشد بابا خودم پیکم بود. ایشالا توی شیشه بازیه بمیرید. خب سلامتین، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. همونطور که دیدید تهش واقعا فشار خوردم، واقعا به علی به خاطر بینگ افتادم. بازم امیدوارم که خوشتون اومده باشه. نظرتون رو حتما توی کامنت ها برامون بفرستید. عشقای منید، بوس به کلتون، دوستتون داریم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. عشقای منید، تا یه ویدیو دیگه فعلا بای. دوستان دیدید چی شد؟ دوستان دیدید چی شد؟ این موهای من اینجوری بود؟ نه اینجوری نبود. این فشار روانی. این ارشد بنده خود دسته رو پرت کرد. شما تو یه جایش دیدید. نه اوچ نه. دمتون گرم، واقعا دمتون گرم. ان شما لذت برده بودید. ما که واقعا فشار نداشت لذت کامل ببریم. دمتون گرم. تا ویدیوی دیگه بای بای.